بچه ها به یه ویدیو جدید توی بازی چیز رفت. امروز ما میخوایم با یه فرستادون بازی کنیم. الان شما مثلا اینو تو منو من داشتم با داداشم من کیو پلیر. بیاید بچه امروز ما میخوایم با شطرنج با دوستمون رضا بازی کنیم. بیاید بازی کنیم. رضا تو بزن اول. خب تو هم بزن داداش رضا. نه من اینو میزنم. خب سرت کنم من. آفرین پس منتظر یه جایزه تو اینقدر خنگی داداش رضا، اینقدر خنگی. آی من رو شما درد نکن نوش جانت. زحمت کشیدی. زنگ زدم به محمد رضا 60 دقیقه پارسال اونجا. او بهانه من قشنگ من زدم به بهانه من قشنگ ای بنگی من. ای فکر نکن کار خوب کردم. من بگو گو خوردم. گو خوردم. من گو خوردم ولی نه کنم. تو داشت من اول میزنم با دو همونجا بزن. من همین پاچه تو میکنم دیگه داداش رضا. خب داداش رضا ببین داداش صدا گوشیم نبود. گومه دیانه با گوی لازم چه کاری که چه شطرنج دیگه با بچه ها احترام ببخشید بچه خدا لعنتت کنه تو یک داشت داده داداش ما پرنده شدیم. به این ویدیو پرنده شدیم داداش. پرنده شدیم توی بلک موین. ما با ریپلی بازم میکنیم. شاید من بیشتر از همه دلم بخواد که مادرم ای کسافت بگو واقعا نمیدونم یا خودم خواستم باش رضا. بعدش بیشتره یا ضعفش. حالا خودت حالا این از سر جاش تاکون بخور. من خودم همین گردنش پاره آره یادش پاره میکنم. نمیتونم صوتت خاک به بارو سرم ای تاز نمینو تاکون واسم. چند وقتی خیلی به بی خبرم. حواس تو نیست جای تو نیست. از کی به جای تو دل ببرم. حواس تو نیست جای تو نیست. از کی به جای تو دل ببرم. ای هارون زاده بابا یکی کنارشو بگیره دیگه. ها که برم سفیدشو بردم من. چه بزو باجه دوار کنه بابا. یس بابا یس داداشا
نمیخوای بکشینش؟ کی هرگز کشتن زد؟ منظورم که حالا ورسا زدش. هیچ خدا لعنت کنه رضا خنده و وجودش نصف قلبی میکنه. هیچ کس هم نمید. اصلا نمیفهمم چی و رضا از این استفاده هست. نکن. خونی تو هم داری؟ رضا وای بارت اگر از این استفاده کنی رضا کسی اینجا قرار نیست بمیره. رضا استفادهش نکن رضا ول کن رضا من بلد نیستم من بلد نیستم به قرآن رضا ولش کن شما کشتید. به جون مادر تو رو خود لعنت کنه. وای! وای! چقدر باحال بود بیانم گوید از این آسه تکم میرسه مثل اومد حالا بازی رو تموم کنیم پارت دوم هم داره بچه ها پارت دوم اوکی پارت دوم